بار دیگر سلام دوستان عزیز، ادامه می‌دهیم به حل کردن تست های المپیادای جمهوریوی خوانندگان صنف‌های 9 و 10. رسیدیم به تست پنجم. میگوید که در دهه‌های دوردست حالا هم از چراغ‌های روغنی استفاده می‌کنند. در این چراغ یک فتیل یعنی داکه هست که از متای پختگی ساخته شده است. در داخل این متا سوراخی‌های خیلی باریک یعنی نیچه‌های کاپیلری موجودند. اگر دیامتر این سوراخیان از 10 میلیمتر باشد، زیچی معین کنید که روغن توسط این نیچه ها تا چی بلندی بالا میبراید. زیچی روغن 900 کیلوگرم تقسیم متر کوبی می باشد. و علیکم سلام گذاریم. و کوفیسیانت کشی سطحیش سیگما برابر است به 0.10 نیوتن تقسیم متر. یعنی زیچی روغن برابر است به 900 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. کوفیسیانت کشی سطحی باشد 0.3 نیوتن تقسیم متر. ما باید در اینجا گفته است که فرض میکنیم که روغن متا را پورا تر کرده است. یعنی پورا تر کردن هنگام کوسینوس الفا برابر 0 گرادوس می شود. هنگام الفا برابر 0 گرادوس می شود، کوسینوس 0 گرادوس 1 است. ما باید ببینیم که با کدام بلندی می براید مایع. دیامتر با ما داده شده است. دیامتری انا همین دیامتری نیچه کاپیلری، گویا که نیچه کاپیلری برابر است به 0.12 میلیمتر. میلی این می شود ضرب 10 در درجه اش مینوس 3 متر. یک میلی می شود 1 ضرب 10 در درجه اش مینوس 3 متر. انا ما باید ببینیم که مایع در این نیچه کاپیلری با کدام بلندی اش می براید. باید تصویر میکنیم. فرض میکنیم که نیچه کاپیلری مایع با بلندی اش برآمد. اینجا نیچه کاپیلری البته شکل سیلیندر شکل را دارد، یعنی لوله شکل است و درازی انا همون درازی این دوره با 2 پی ار برابر است. درازی دوره با 2 پی ار برابر است و قوه کشش سطحی البته از درازی یعنی از انا همین 2 پی ار وابسته است. یعنی اگر ما از بالا این منظره رو نگاه کنیم چنین میتواد. رادیوسش ار، یعنی نیچه را اگر از بالا نگاه کنیم. پس می نویسیم در اینجا قوه وزنینی تاثیر میکند که قوه وزنینی در موازنت قرار میگیرد با قوه کشش سطحی. اف کشش سطحی یعنی که اف کشش سطحی را ما میدونیم که سیگما ضرب ال است. تریزر پوش کی سیگما ضرب ال است. این برابر است به ام جی، مسه انا همین مایعی که به بلندی برآمد و این مسه البته که از زیچی و حجم انا همین مایع وابسته است. حجمش باشد از مساحت و بلندی، یعنی که حجم سیلیندر یعنی که حجم مایعی که به بلندی اش در سیلیندر برآمده است برابر است به انا همون اش ضرب اس، مساحت انا همین. پس بیاید می نویسیم. ما میدونیم که از یک طرف ام ما این می شود زیچی ضرب حجم، زیچی انا همون روغن یا اینکه دلخواه مایع ضرب حجم ما این می شود اس ضرب اش. ام برابر رو اس این مساحت اساسی سیلیندر است که با پی ار کوادرات برابر است. اگر رادیوس ما ار باشد با پی ار کوادرات برابر است اس ما. اش ما خیلی انا همون اش، یعنی که مساحت ما می شود رو پی ار کوادرات اش. ال ما باشد چطوری که در اینجا قید کردیم 2 پی ار می شود. یعنی می نویسیم سیگما ضرب 2 پی ار برابر است با رو پی ار کوادرات اش. در اینجا بعد از اختصار کردن ها یعنی ار می رود پی می رود 2 سیگما در اینجا می ماند. در اینجا پی بینید در اینجا ما یک چیز از جد برآوردیم ام جی، در اینجا جی داریم
یک ر رو و ژی میموند و اگر ما اش رو یابیم چیزی که با آن ضرب شده است پایان می رود. یعنی رو ر ژی در پایان می ایستد، 2 سیگما در بالا. البته این فرمولا رو می توانستید در حال استفاده برید، اما ما در اینجا آن را اثبات کردیم، حاصل کردیم که هنگام شرط موازنت نوشتن ما این را حاصل کرده می توانیم. 2 سیگما تقسیم رو ر ژی، اما در اینجا دیامتر داده شده است و ما می دانیم که رادیوس با نصف دیامتر برابر است. پس 2 سیگما تقسیم رو د تقسیم 2، یعنی چیزی که تقسیم دوم بار تقسیم شد به بالا می رود، با این دو ضرب می شود و این دو می شود 4. قیمت های عددی رو می گذاریم. بیاید در اینجا می گذاریم. 8 برابر است به 4 ضرب 0 از 103 4 ضرب 0 از 103 تقسیم زیچی ما 900 دی ما 0 از 10 2 ضرب 10 در درجهش مینوس 3 0 از 10 2 ضرب 10 در درجهش مینوس 3. اگر ما زیچی رو 0 از 10 9 گیریم با 10 درجهش مینوس 3 اختصار میشد. 0 از 10 9 ضربی باز 10 دیگر از حسابش تو بفچ زود. این برابر میشد با 4 کرات 3 12، یعنی ما در اینجا داریم 0 4 کرات 3 12 4 کرات 0 0 4 کرات 0 0 بعد ورگول ما دو رقم است، پس 0 میشود 0 از 112 تقسیمی در اینجا 0 از 10 2 ضرب 10 میشود 2 2 ضرب 0 از 9 1 از 10 8. این برابر میشود با تقریبا 6 از 10 7. در اینجا 1 2 12 بله 6 از 7 سانتی متر. 0 از 1067 می شود با متر و سانتی متر میگردانیم 0 از 6 از 167 می شود تقریبا. این پنجم تست بود. ششم تست به حل کردن تست ششم میگذاریم. در خوابگاه دانشجویان برای تیار کردن چای کبود از چاینک برقی استفاده میبرند که در آن، یعنی در تنه چاینک نوشته شده است که 220 ولت 110 وات. 220 ولت چی است؟ شدت او برابر است با 220 ولت. 110 وات چی است؟ P برابر است با 1100 وات. 1100 وات. و ما باید یابیم A جریان، یعنی قوه جریانی رو یابیم. سوال یکم. دوم یابیم مقاومت. سوم یابیم که در 10 دقیقه کار فرمودن چی مقدار گرمی جدا می شود، یعنی که Q هنگامی T برابری 10 دقیقه به ثانیه میگردانیم میشود 600 ثانیه. پس حل میکنیم. حل می نویسیم فرمولایش توانایی الکتریکی P برابر است به E ضرب O. از اینجا می یابیم E رو. E برابر است به P تقسیم O. P ما 1100 تقسیم 220 این می شود 5 امپر. جواب یکم ما 5 امپر. دوم R رو ما باید یابیم. برای یافتن R از قانون اوم استفاده میبریم. E برابر است به O تقسیم R و از اینجا اگر R رو یابیم می شود O تقسیم E. R برابر است به O ما چند است؟ 220 تقسیم E ما 5. این می شود 44 اوم. و در 10 دقیقه Q برابر است به از فرمولای خودی توانایی استفاده میبریم. P برابر است به A تقسیم T یا اینکه Q تقسیم T. از اینجا Q رو میابیم می شود P ضرب T. P ما چند است؟ 1100 ضرب T ما 10 دقیقه یعنی 600 ثانیه. این می شود 11 ضرب 6 می شود 66. 1 2 3 تا دیگر 0 4 تا دیگر 0 660 کیلو جول. چون که در اینجا 3 تا 0 رو ما 3 تا 0 رو با کیلو عوض کردیم می شود 660 کیلو جول. سه جوابی تستی ششم. یک جواب، دو جواب، سه جواب. تست هفتم میگوید که دخترک برای جشن نوروز دو پفک خود را با متای
شاهی اطلس مالیده آنها را با رشته‌های درازیشان یک خیله از یک نقطه آویزان کرد. خلاصه پفک‌ها صاحب ضررت‌های یک خیله و مثبت. ضررت‌ها همنام، وقتی هر دو ضررت همنام ضررناک میشن آنها یکدیگر را تله میدهند. یعنی که تست هفتم ضررت‌ها به همدیگر برابرند. میگویم که هر دوی آنها با کیو برابرند. کیو 1 برابر است با کیو 2 برابر است با کیو. پفک‌ها در مسافه 10 سانتی متر با قوه 0.9 میلی نیوتن هم تاثیرات کردند. گفتگی بر این شرط مسئله ها رو میتونید از تلگرام کانال ما دسترس کنید. میتونیم ما سیلکه این رو در زیر ویدیو میگذاریم. مسافه بین آنها 10 سانتی متر، یعنی r برابر است با 10 سانتی متر. 10 سانتی متر رو به متر میگردونیم. 0.1 متر. و قوه هم تاثیرات بین همین ذریات ها یا اینکه پفک های ذریتناک 0.9 میلی نیوتن. F برابر است با 0.9 میلی نیوتن. این رو ما میگردونیم با نیوتن. میلی که شد 10 درجهش مینوس 3 با 0.9 است. این میشود 9 ضرب 10 در درجهش مینوس 4 نیوتن. یک 10 درجهش مینوس 3 از حساب میلی، یک نول دیگر داشت 0.9 رفت 10 درجهش مینوس 4 شد. و ما باید ببینیم که اگر قوه تلخوری همین قدر باشد ضرریت ها چقدر است. انا می کیو رو ببینیم. باید از قانون کولون استفاده میبریم. فرمول قانون کولون F برابر است با K Q1 ضرب Q2. وقتی هر دوی Q ها با Q برابر هستند میشود Q1 هم Q Q2 هم Q، یعنی Q ضرب Q میشود Q کوادرات. F برابر K Q1 Q2 ضرب میشوند. از وقتی برابر که هستند F برابر K Q کوادرات تقسیم R کوادرات. از اینجا Q رو Q بیم F R کوادرات برابر K Q کوادرات. Q رو که میابیم Q کوادرات دارد. F تقسیم K پایان می رود با چون که در اینجا با Q کوادرات ضرب شده است و کوادرات این Q به اون طرف می رود می شود ریشه. در داخل ریشه R کوادرات نیز داریم. در اینجا F R کوادرات بود اما من ننویسم چون که وای کوادرات داشت و از ریشه می براید B کوادرات، یعنی که کوادرات که دارد از ریشه می براید و B کوادرات. قیمت های عددی رو اگر گذاریم خیلی خودتون میتونید آن رو با کالکولاتور حساب کنید. جواب تقریبا 31 از 10 6 بود خطا نکنم. اگر 31 از 10 6 نانو کولون. یک بار دیگر میتونید سنجید. تست هشتم میگوید که جوان در لبی در با این دقت دهید. این تستی این سوال کمی مهم است. کمی فهمیش چقدرتر رو طلب میکند. بسیاری ها در این سوال خطا میکنند نمیفهمند. جوان در لب دریای ورزاب ایستاده در قعر آب مصفا ماهی گلماهی را میبیند. به نظر جوان چنین مینماید که ماهی در عمق چقوری، یعنی که در چقوری 1.5 متر قرار دارد. اگر نشان دهنده شکست آب 4/3 باشد چقوری حقیقی که ماهی قرار دارد یابید. یعنی که بینید این سطح آب نوری فرض کردیم که در اینجا گفته است که به اعتبار گیرید که جوان گویا که تقریبا عمودی نگاه میکند. تقریبا عمودی یعنی که از بالا، یعنی که کنج افتیش خیلی کلان است یا خرد است. تقریبا عمودی نگاه که کرد، یعنی نگاه کنید فرض کردیم که تحت کنجی الفا اگر نگاه کرد ماهی رو و تقریبا عمودی، یعنی که این خط به این خط نزدیک است، یعنی الفا خیلی خرد است. فهمو؟ برای کنج‌های خرد ما چنین ifade داریم. برای کنج‌های خرد سینوس همین کنج‌های خرد فقط 1 گرادوس 2 گرادوس 0.5 گرادوس تقریبا برابر است با تانگنسی همون کنج‌ها و تقریبا برابر است با خود همان کنج‌ها با واحد رادیان. خود همون کنج‌ها با گرادوس نه با واحد رادیان. خیر اگر که در اینجا حاضر محیط دویم آب نمی بود و نوری هم که ادامه میافت، اما نور میشکند. انا این قعری آبانباری که در آنجا فرض کردیم که ماهی قرار دارد. در اینجا ماهی است
اما جوان وقتی این طور میبیند ماهی رو در کجا میبیند؟ ماهی رو در انا اینجا. فهمو؟ ماهی رو در اینجا میبیند و برای همین انا این چکوری میشود. بیاین آن رو با اش اشتریخ اشاره میکنیم. چکوری که ماهی در نظر پسر میتابد. فهمو؟ اما چکوری اصلی این است. این اش. فهمو؟ پس برای انا همین سکونجه ها می نویسیم. در اینجا داریم الفا، در اینجا داریم بتا. اینجا که الفا باشد ببینید کنجی بین خط زرد و انا همین الفا است. پس این هم الفا است. اینجا این اینجا پورا الفا است چون که این هم الفا بود. فهمو؟ پس این با چی برابر است؟ این 90 مینوسی الفا. 90 طرح الفا. بینید اینجا الفا، اینجا هم الفا، چون که دو خط یکدیگر رو بریدن و کنج‌هایی که حاصل میشن برابر هستن. ببینید اینجا یک خط داریم. اینجا که الفا شد اینجا هم الفا میشود. فهمو؟ اینجا که الفا شد اینجا هم الفا میشود. اینجا 90 طرح الفا میشود. انا بیاید اکنون می نویسیم. برای انا اینجا رو وارد میکنیم. اینجا یکم از اینجا تو اینجا اینجا هم میشود. فهمو؟ می نویسیم. برای انا این سکونجه می نویسیم. سکونجه که کنج تیزش بتا است. یکی از کنج‌های تیزش. پس می نویسیم تقسیم اش برابر تانگنس بتا یا که تقریبا سینوس بتا. برای که کنج افتش که خورد شد کنج این ایکوس هم خورد می شود. چون که اگر ما قانون شکست رو نویسیم سینوس الفا ضرب n هوا یک است برابر n آب n است ضرب سینوس بتا. برای کنج خورد تقریبا کنج به خود انا همون برابر است. یعنی که الفا برابر می شود با n بتا. n یا سینوس بتا. سینوس بتا ما می شود الفا تقسیم n، یعنی n مرتبه خورد می شود باز خوردتر می شود. یعنی بتا هم خورد است. پس ما میتونیم که بتا رو در اینجا سینوس بتا رو بتا قبول کنیم. الفا برابر n بتا این در اینجا می ایستد. این از قانون شکست است و به ما لازم است. تانگنس بتا برای این سکونجه اگر نویسیم اشتریخ تقسیم انا همین اشتریخ تقسیم برابر است با تانگنس 90 مینوس الفا. خیلی بیاید یک کار میکنیم. تانگنس 90 مینوس الفا رو عوض میکنیم. سینوس 90 مینوس الفا تقسیم چی؟ تقسیم کوسینوس 90 مینوس الفا. یعنی تانگنس یکم تانگنس x برابر است با سینوس x تقسیم کوسینوس x. سینوس 90 مینوس الفا گفتیم کنج الفا خیلی خرد است. کنج الفا خیلی خرد است. پس از 90 یکم کنج خرد رو بگیریم تقریبا 89 از 10 چند یا که یعنی که تقریبا انا همین سینوسی انا همین کنج با یک برابر است. یک تقسیمی و کوسینوس 90 مینوس الفا باشد این سینوسی الفا می شود. کوسینوسی 30 گرادوس می شود سینوسی 60 گرادوس یا که برعکس. یعنی کوسینوس 90 مینوس الفا می شود سینوسی الفا و سینوسی الفا باشد تقریبا به خود الفا برابر است. اما بیاید در اینجا تنها سینوس الفا می نویسیم و خلاص. انا در اینجا باشد سینوسی بتا می شود. پس هر دو این معادله ها رو یک معادله دوم معادله اینها رو حل کرده حاصل میکنیم. انا رو بیاید میابیم برابر است با اش ضرب تانگنس بتا یا که اش ضرب سینوس بتا یا اینکه اش ضرب بتا. فهمو؟ اش ضرب بتا. در معادله دوم میابیم اش اشتریخ رو میابیم. از معادله دوم اش اشتریخ برابر است با ضرب در اون طرف چی بود؟ انا این. یعنی که میشه که ضرب یک میشود تقسیم سینوس الفا یا اینکه تقسیم خود الفا. در جای میگذاریم. در جای میگذاریم اش بتا تقسیم الفا بتا تقسیم الفا.
تقسیم میکنیم به الفا هر طرف این مدل رو. اینجا 1 میشود برابری گود. یا اینکه عموما الفا رو دیدید این برابر است با n بتا. در اینجا میگذاریم در جای الفا n بتا میگذاریم. فهمو چی میشود؟ h تقسیم n. h شتریخ چقوری که دیده میشود در نظر پسرک میتابد با ما داشته است 1 متر. تمام h رو میابیم. h برابر است با n ضربی h شتریخ. اینا n ضربی h شتریخ برابر است با 4 تقسیم 3 ضربی 1 نیم. 1 نیم چند میشود؟ 1 نیم 3 تقسیم 2 میشود. 1 نیم 3 تقسیم 2 3 ها میروند. 4 تقسیم 2 2 متر. یعنی چقوری که در نظر پیشرک میتابد 1 نیم متر است اما چقوری حقیقی 2 متر است. بیاید یک باره تست 9 و 10 رو هم در حال کار کرده میگذاریم. در یکی از دهه‌های دوردست پامیر برای روشن کردن حولی‌ها از چراغ‌های آفتابی استفاده میبرند. در یکی از دهه‌های دوردست پامیر برای روشن کردن حولی‌ها از چراغ‌های آفتابی استفاده میبرند. چراغ دارای پنل خرد آفتابی میباشد و نوری بروی پنل نوری بنفش با درازی موج 400 نانومتر میافتد. و علیکم السلام. بذارید انرژی فوتون این رو یابد. این تست نهم فقط در سطح حساب کتاب قرار داره. یعنی که یگان کار کردن لازم نیست، تنها حساب کردن در کار از فرمای پلانک استفاده بردن لازم است تو خلاص. یعنی که میگوید که درازی ما 400 نانومتر است، ما باید انرژیش رو یابیم. انرژی فوتون این رو حساب کنیم. می-نویسیم ی برابر است با h نیو، یا اینکه در جای نیو میگذاریم نیوی ما این نیوی ما 3 تقسیم لامدا است. پس h 3 تقسیم لامدا برابر است با h ما 663 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 34 ضرب 3 سرعت روشنایی است. 3 ضرب 10 در درجه 8 کالکولاتورتون برورین. تقسیم لامدا 400 نانومتر 400 نانو کشید ضرب 10 در درجه مینوس 9 میشه. در حال برابر در اینجا 663 ضرب 3 تقسیم 400. 663 ضرب 3 تقسیم 400. 663 ضرب 3 تقسیم 400 40 چند میشه ها؟ برای که 6 کرات 3 18 میشه. 18 تقسیم 4 45 میشه. این 663 که باشد یکم 5 میشه. 4 چند میشه؟ 497 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 34 پلوس 8 میشود مینوس 26. مینوس اینو بالا میرد پلوس اینو میشود با مینوس 26 مینوس 17 میشود. مینوس 17 ها باز بس شو 497 ضرب 10 درجه چند برو آورده؟ 0049 خرج مینوس 19 تا دیگه قطعی خیلی میشه مینوس 19 جول. این جواب در چنین شکل درست است. میتوانیم که جواب رو در دیگر شکل هم در شکل الکترون ولت آوریم. یعنی که الکترون ولت هم آوریم قبول است. در الکترون ولت میشود اول می نویسیم یک الکترون ولت با چی برابر است؟ یک الکترون ولت این انرژیایی که کاری که میدان اجرا میکند میدان شدتش 1 ولت، یعنی کاری که اجرا میشود برای سرعت بخشی الکترون در میدان شدتش 1 ولت. یعنی که 1 از 10 6 ضرب 10 درجهش مینوس 19 جول. پس برای جول رو با الکترون ولت گرداندن ما باید با 1 از 10 6 ضرب 10 درجهش مینوس 19 تقسیم نماییم و یعنی این رو با 1 از 10 6 تقسیم میکنیم میشود انرژی که ما داریم این برابر میشود با چی؟ 3 از 10 1 الکترون ولت. الکترون ولت. انا سوالی به میگوید که اگر کاری برآورد در اینجا باید باشد خطا آمده است. اگر کاری برآورد الکترون ها از سطح پنل آفتابی که از 3 ساخته شده است 1 از 10 الکترون ولت باشد پدیده فوتو افکت به عمل می آید. یعنی که کاری برآورد الکترون در اینجا 1 از 10 الکترون ولت است. آیا پدیده فوتو افکت به عمل می آید؟ اگر که انرژی فوتون از کاری برآورد کلان باشد پس فوتو افکت به عمل می آید. جواب می شود بله. بله یک جواب دیگر یا در این شکل یا در این شکل. تست 10
میگوید که دانشجو بختیار در روی کورپچه نشسته با امتحان فیزیک تیاری میبیند. در بالای سر او در بلندی 1.5 متر چراغ آویزون است که قوه روشناییش 180 کندل میباشد. کندل واحد قوه روشنایی است. روشنی سطح کتاب را در نقطه‌ای که راست در زیر چراغ قرار دارد. یعنی که کنج 0 گرادوس است. کنج افتیش 0 گرادوس است. کوسینوس این کنج 1 است. یعنی که ما تنها از فرمولای تست دهم از فرمولای روشنایی ی برابر ای تقسیم r کوادرات در آنجا کوسینوس دارد. کوسینوس که 1 است ما نمیگیریم چون که در محض در زیر آن همون چراغ قرار دارد. بلندی ما آن همین r است. ای ما 180 تقسیم 1.5 گفته است. 1.5 کوادراتش میشه 225. این میشه 80 واحدش لوکس بود یا لیومن؟ واحد روشنی را ببینید تست ما یادم اومده. یا لوکس بود یا لیومن؟ خیلی لوکس. ببینید نخش ما وای یک خطا میکنه. ای 1 در نقطه r 1 در دوم حالت همین چراغ رو 1 متر پایان نیم متر پایان میکنه. یعنی در بلندی 1 متر قرار دارد چراغ. یعنی r دوی ما 1 میشه. ای تقسیم r 2 کوادرات این میشه 180 تقسیم 1 ای برابر 180 لوکس. و سه سوال دارد این مسئله. میگوید که سوم سوال میگوید که با خلاصه برآورید که برای آنکه چشم ها کمتر خسته شوند چراغ در کدام بلندی باشد بهتر است. روشنی استانداردی باید در حدودهای 150 تا 300 لوکس باشد. یعنی 150 تا 300 لوکس. این روشنی برای درس کردن برای کار کردن موافق است برای چشمی سالم. و در اینجا دیده میشد که 80 لوکس از 150 خورده است. از 100 هم حتی خورده است. یعنی که 180 لوکس این خوبتر است. یعنی که در بلندی 1 متر اگر چراغ قرار گرفته باشد واریانت دوم یعنی بهتر است. بلندی 1 متر بهتر است. یعنی سه جواب 80 لوکس 180 لوکس و بلندی 1 متر بهتر است. یعنی دوم واریانت بهتر است. چی بود واحدش؟ لوکس ها. لیومن و سیلی روشنایی از نشیدن. خب این بودن تست های المپیاد جمهوری خوانندگان صف 9 شرط این مسئله ها رو میتونید از تلگرام کانال ما که در زیر نوار میگذاریم دسترس کنید.